سلام بچه‌ها. اومدم یه ویدیو از کلاف براتون بگیرم. بریم شروع کنیم. این مایکشو بستم. داشت خیلی فشاری. دکمه کمپرا رو بزنم ما هم رفتیم. بس آقا نخواین دکمه کمپرا رفته باشیم. زده بشم دکمه مهدی رو بنگم باش میرفتم زمان. آقا چقدر لگم سفر میکنم لگ افته فریم داره ولی پینک خوبه افته فریم داره. باز نمیخوان 4 تاشونو زدم. دمید آره نشون داد 4 نفرشون زد. من آقا دست قبلی ما داشتیم بازی میکنیم دست گرمیم بچه ببین یه طوری زدم این برگام ریخته بود هم دابل بود هم والبنگ بود. اینقدر از این ابیلیتیه چیه بعد یارو میزنی همه رو میزنی بعد اوقات یه چیزی نشون میده از اون بالای صفحه یه چیزی میاد این بالا بهتون نشون بابا لگم از بکم که میزن دست قبلی خیلی خوب بودم گفتم ویدیو دست قبلی خیلی خوب بود گفتم ویدیو رو براتون شروع کردم لگ شده. آخه بازی هر کسی هم میبینم لگم نه لگ نیست بازی بقیه خوب تو نمیدونم هم یکم باک بود داری حریف یارمون نه من فقط چه بالبنگی زدم 196 داشت فشاری میشد که الان یارمون شد الان 96 لولش 196 بود ایشانه. ببین ایمو گرفتم کجا رفت نمیده افته فریم دارم اینه اسمشو نمیدونم بهتون بگم. بابا من افته فریم دارم اصلا بابا 2 تا شات بزنم دمت گرم بابا من افته فریم سانسور کردم خیلی بالا آقا من این هم بگم کانال یوتیوب هم تازه زدیم امروز اولین ویدیوشه. آقا نایف نکن خیلی براوانی یارمون رسما دو تا چیزی هم که دستشون نایف بود یه دو نیزه بود یه دو از این چیزاست اسمشون یادم نمید. آقا تو رو خدا این آدم بازی کنه. آقا مایک اوکس من این آدم فقط افته فریم دارم چیکار کنم. آقا من افته فریم دارم من چیکار کنم با کی حرف بزنم از بکم که میزنم افته فریم دارم خب چیکار کنم. امروز اولین ویدیویی که داخل یوتیوب گذاشتم چیز بود یه باگ داخل مپ اسمش یادم نمیاد ولی مپ کابینی است اون مپ کابینی بود یه باگ با سیفوره باگ که نیست سیفور نامری میشه نامری میره پشت یه دیواری قدم بدونی من دیروز متوجه شدم داشتن دوئل میزدم داخل اسم کانال نمونم که داخل یوتیوب هم باز همون گیمر شوه اسم یوتیوب چیه داره؟ این داخل بنویس گیمر شو میاره ویدیو من میاره تازه اولی ویدیومه عکسش داخل عکسش هم نوشتم گیمر شو هم آپارات دارم هم یوتیوب تازه هستی یه دونه دنبال کننده داره اونم با گوشی بابام دنبال کردم خودمو
ولی چیز کانال آپارات اون 25 فکر کنم الان رفته بالا. من این آمار دیروزش، آمار دیروز که تا شب کنم وسط های روز شاید الان این تاریخ شده باشم. من فقط افت فریم دارم. افت فریم نداشتم مشکل نبود. تیم که خوبه. فکر نکنیم بابا بکن همیشه این اتفاق قراره بیفته. من با فیبر نوری ام، یعنی همیشه این اتفاق نمیخواد بیفته. فقط مثلا بعضی اوقاته که مثلا پینگم زاغارته آقا چرا از اون بالا من اصلا کسی نمیبینم؟ این خوب نیست. کمپ عادی بهتره. مستفریم نگاه کنید برای بقیه نیست بریم بازیشون رو نگاه کنیم. اون وقتی هم خیلی مستفریم میگیرم که انمیو دیدم، یعنی مستفریم تبدیل میشه به افتضاح. وقتی اونم منو میبینه دیگه داغونه. من مایکم رو ببندم. داداش یه نفر بزنید حداقل. من مایکم رو میخوام ببندم. من مایکم رو میبندم. شما فکاری نشید از صدا سر صدا. بریم. همه اسایپا با تو شده قرار داد. آقا دهنن سرویس اونا چی کم کردن. یه سیفو رو بندازیم اینجا. بیا دنبالم. کجایی تو کی؟ دونستی منظورم یعنی چی؟ بابا من دارم میانا رفته بودم میبینندتون 100%. آقا حداقل تو هم نباشید، والبنگ نشید. والبنگ گفتم بابا، دابل نشید. تو هم نباشید گفتم. یومین والبنگ میشید. آقا من افت فریم خیلی بده، این فشاری کننده است. آقا این اچنگمنت هم ترقیه، فقط نیاز این تیرشو ترقی بردارید. اچنگمنت دیل هم هست، نگاه کنید. ترقی غیر نه فهمیدم چرا آقا ترقی کار نکرد. افت فریم هم نبود. آره به خاطر دقیقا افت فریم اشتباه گفتم. ترقیش کار نکرد. شاید هم اون ترقی غیر کار کرده باشه. معلوم فرار نکنم. من صدای من رو الان اینا نمیشنون. نگاه کنید من مایکم بسته است. فقط صداشونو دارم. کردم مایک یارو داداشمونم باز کردم. خداییوار یه نفر کتکبار، یعنی با من اشتباه اسممو کردم. اصلا میخوام برم استریمر مود میکنم بازیمو، اسممو عوض کنم. استریمر مود الان چقدر این والبنگی منو دمیج داد. آقا بابا باد کرد. این چه افت فریم داغونی هست. دقیقا داخل استانبول گازو دار. استانبول گازو که فرم پاک کردیم. کلاش ها فیلن میذاریم بچه. میخوام براتون ویدیو بذارم. من مایک ویدیوشو براتون میذارم. فقط اینه که یکم پیشرفتش کردم. پیشرفته که نه، مثلا الان شاه بربر رو گرفتم. شاه بربر رو فکر نکنم میدونید، نمیدونم شاه بربر کیه، شایدم ندونید. بابا من اصلا گان من سنگین نیست. افت فریم دارم
بسیار تصویرمو سنگین کرده. گان اصلا سنگین نیست. سنگین نیست. سنگینی علی نیست. سنگین علی. این والبنگ بود فکر کنم. دیدی من اصلا میفهمم یه جای زده تیر رو که والبنگ بشه. من تحلیلگر تیرام. این الان اون اشنگمنتی که ترقی نیست. این اشنگمنتش اونقدر خوب نیست. پیشنهاد میکنم به شما که اشنگمنت ترقی مو بردارید. آقا به من نسپارید. نایفش کنیم. نایف کنم؟ بفرما. من که تو نایف عالیم. تموم. نایفش کردم. نایف شده. آقا این دست رو ببریم. دوله. حالا تو دوله شد. چون دوله که نه. آره من حواسم هست. یه جا رفتم که دیگه اصلا منو پیدا نمی. شایدم پیدا کنم. آقا به من نسپارید. بپایید. به من نسپارید. من افت فریم دارم. منو زدن الان. بزن. من افت فریم دارم. شاید دست بعد افت فریم من بخوابه بچه. یه دست دیگه هم میخوایم بزنیم. اشنگمنت هم براتون میذارم الان بعد بازی. میخوام دیگه از این لابی میخوام در بیام. بکت دوئل بپا. دوئل خطرناکیه. بی ببینیش میزنیش. کاش که میزدیش. میدی کجا رفته؟ سریع برو فقط. نه اونجا نمیره. اونجا نرفت. 100%. نه اونجاست. دیدیش؟ نایفش کن. ما باختیم نمیشه. تو بجز باختیم. این لابی به درد من نخورد. این هم این بود که یه بار دیگه بریم. من کالافم قبلا یادتون میاد من جدیدن قبلا ویدیو نمیداشتم. ویدیو کالاف چون که من سنسم خراب شده بود. سنسم مثل مولتی شده بود داخل بتل دیگه. خودم اصلا مشکل داشته بودم. من کالافم پاک کرده بودم. الان بهتون نشون میدم. اچنگمنتو داشته باشید خودتون. شاید خوب نبید. این اچنگمنت اصلیه. اینو بذارید اوکی میشه. این ترقی است. ما ولمون. این هم چیز خوبیه. یعنی این بهتره. چون که ترقی است. اینو بخوایم برداری فکر نکنم ترقی شه. ببخشید من خرابش کردم. این ترقی است. آقا قاطی کردم. قبلا خراب کرده بودم. برای همین ترقش کار نمیکنه. آره حالا بقیه تنظیماتش هم بخواین گذاشتم. این والبنگش رو فعال کردم. یعنی تغییر بدم. یه نگاه بندازم بهشون.
همین رو دیدید اینم که طرف شد ناشتا نیست. اینم گذاشتم اینا میخوایم ایناشو میخوایم شما تغییر بدید. حالا ترقی بخوایم بعد بیاین این رو انتخاب کنید. این ترقی است. بچه این ترقی گذاشتم براتون. حالا فکر نکنم این نچنگ به شما بسازه. من نچنگ خودمه. تعویض آره برم دارم داخل ویدیو هم کارامو تغییر میدم. اینم گذاشتم. این نذاشتم. چیکار کنم نکنم. این برای سبک کردن گانم بود ولی حالا نمیشه. الان بذار ببینم ویدیو یکم طولانی نکنم. حالا ویدیو طولانی شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و خدا حافظ.